امروز 12 آپریل 2024 ما اولین کمپینگمون رو شروع کردیم. میریم تست کنیم ببینیم که شب تو ماشین بخوابیم چجوریه. تازه داریم از جلوی خونه حرکت میکنیم تا ادامه قضیه. توی مسیر یادمون رفتش که نون بوقچم بگیر، از این نون فاندزی کوچیک و تو آلمان بوقچم میگن. برای همون داریم میریم توی نونوایی که بوقچم بگیریم. احتیاج میشه ورسونه یا حالا دل ظرفه بگیریم. اینجا جاییه که باید بریم نون بگیریم. امروز هم جمعه است، فردا پس فردا تعطیله تو آلمان. کلی شلوغ، همه اومدن خرید. ما تو مسیریم همچنان. اینجا تقریبا شبیه منزل خودمونه، البته زیباتر از اونجا قطعا، ولی 20 دقیقه دیگه راه داریم تا برسیم به جایی که میخوایم بریم. هوا هم فکر کنم که بارون بیاد، ولی فردا 22 درجه است. امیدوارم که فردا گرم باشه. این ابرایی که اینجا دارم میبینم هم از مسیر زیبای بهاری. گلزارا هم دارن در میان. شبیه شمال تمیزه، نمیشه گفت شبیه، ولی سرسبزیش شبیه قسمت شماله. و هم با شمالی ها زیاد دلمون تنگ نمیشه واسه سرسبزی و اینجور چیزا. مسیرش تقریبا جنگلی طوریه. مثل ایران کرزان میکنن اینجا، سویا ازش روغن میگیرن.
5-6 دقیقه دیگه میرسیم. در این مسیر فیلم بگیرم. خیلی قشنگه به چشم، تا دوربین خیلی فرق میکنه، ولی اینجا بسیار زیباست. مسیر رو همچنان بریم. خودمون اولین بارمونه. مسیرهای مشابه رو خب خیلی رفتیم، ولی برای کمپ اولین باری که انتخاب کردم چی مسیر رو که نزدیک باشه تست کنیم ببینیم چجوریه، که به امید خدا که خوب بود مسیرهای بیشتری رو بریم و بر شما هم فیلم بذاریم. به نظر میرسه که ما خیلی نزدیکیم، 1 دقیقه دیگه میرسیم. اینجا هم جای کمپینگ پلاتساییه که ما گرفتیم. پرنده ها و درخت های بریده شده، عطر خاک، بوی شمال میاد. ماشین هم اینجا کمپینگ کردم. ما رسیدیم ورودی کمپینگ پلاتسمون، مکانی که میخوایم کمپینگ کنیم در کنار بقیه ماشینایی که اونجا هستن. خب ما رسیدیم اینجا، ماشینایی که کمپینگ میکنن هستن. ما هم فنچولمون رو گذاشتیم اینجا، ماشینمون رو. بابی هم داره تلاش میکنه که این سایبونش رو باز کنه و ما بتونیم زیرش بشینیم. برم کمکش کنم. تقریبا وصل شد سایبونه و اینکه بابی داره سعی میکنه که پایش رو سفت کنه مرحله به مرحله. و بچینیم. خیلی جای زیبا و قشنگیه. Ich habe selbst bei mir zu Hause eine Wolldecke im Bett. Nein. Ja, sicher. برای اینکه دیگه دیر نشه من از تو خونه جاتون خالی لوبیا پلو آماده کردم. یه ظرف کوچولو آوردیم که همینجا داغ کنیم بخوریم تا فردا شروع کنیم به گریل و اینا. یه سفر اول کمپینگمون بود. کم کم تجربه باید کسب کنیم که چه چیزایی رو بیاریم چه چیزایی رو نیاریم. به امید خدا از سفرهای بعدیمون تکمیل ترم میشیم، ولی تا اینجاش ما فعلا که میبینم خونه رو برداشتیم و بردیم. در هر صورت امیدوارم که تا الان که با خوش گذشته، بعد از این امیدوارم که کلی خوش بگذاره. هوا عالیه. حالا باز میریم. بابی هم رفته باز خوش آبجو گرفته که یه آبجوی به بدن بزنه. خوشحال داره میاد. چیه؟ چه آبجو خوشگلی. لوبیا پلومون بابی داره با خیار پیاز میزنه. جای همه خالی واقعا. منم برم بخورم دوباره شروع کنم به فیلم گرفتم. داریم از طبیعت لذت میبریم و یه قلیونی میزنیم.
و اینکه چایی هم دم گذاشتم، یعنی دم که نه، آب گذاشتم جوش بیاد و دم بذارم. همه نشستم بیرون و ما همینجا نشستیم و از طبیعت و فضا و هوا لذت میبریم. جامونم حاضر کردیم تو ماشین، ببینم که چطور میشه امشب اینجا بخوابیم. اینم از جامون. خب شب شده، چراغا روشن کردم، اومدیم بیرون ببینیم که چه خبره، یه چایی بخوریم و اینکه اینجا باز نشستن همه. خیلی خوبه، خیلی خوبه. ادامه میدیم ببینیم که تو ماشین چجوریه. امشب میخوایم ببینیم که چجوریه. جان بابی داره نور میذاره. هوای خود خنک شده ولی اوکیه. ما میخوایم یه ساندویچ کالباس بزنیم. امروز اینجوری گذروندیم با وسیله‌ای که تو خونه داشتیم و بیرون خریدیم، ولی از فردا شروع میکنیم به گریل و اینجور چیزا، یعنی کباب کردن و جای همه خالی. ماشینا پارک کردن و از این به بعد داستان اینجوری زیاد داریم، حالا جای مختلف. خیلی خوش گذشته تا الان، واقعا فکر نمی‌کردم اینقدر خوب باشه، با اینکه تجربه اول کمپینگمون بود. وسیله‌هامون هم همه چی داریم، همه چی آوردیم، خدا رو شکر چیزی کم و کاستی نداره. ماه زیبا خیلی خوبه. ما تا تونستیم به خواهرم، دوستا، آشنا زنگ زدیم و توضیح دادیم و البته خیلی از دوستامون این کار میکردن، کمپینگ میرفتن، ولی ما تجربه اولمونه. گفتیم که بیاین و همه دوست داشتن با همون بیان، برنامه‌ریزی کنیم، حالا به امید خدا سفرهای بعدی تو جمع بیشتر. ماشینی دراز کشیدیم، ما شدیم برای خواب. شبتون بخیر. خب دیشب ما خیلی خوب داخل ماشین خوابیدیم، صبح شده و اینکه میخوایم بریم این دور اطراف یه دور بزنیم ببینیم که چجوریه. اینجا همطور گفتم رستورانشه، همه چی میده، نهار و شام و صبحونه و داریم آماده میشیم بر نهار. صبحونه رو یادم رفت فیلم بگیرم، داخل ماشین خوردیم، آماده سازی میکنیم که نهار شروع کنیم. وسیله هم جمع کردیم همه را پشت ماشین، وسیله خوابمون و دیگه وسیله همون همه جمع شده. امروز برمیگردیم، ولی تجربه خیلی خوبی بود. باز هم کمپینگ رو راه میندازیم. متاسفانه ما توری منقلمون رو جا گذاشتیم، مجبور شدیم که این شیشلیکا رو، دنده رو روی سیخ درست کنیم. هم از ناهارمون جاتون خالی، واقعا بسیار خوش داره میگذره. خواستم با دوستانی که شاید این فیلم رو ببینن این آرامش طبیعت و این لحظه‌های خوب رو شریک بشیم و شاید تجربه باشه برای دیگران که دارن کمپینگ میکنن چه چیزایی رو
بیارن، چه چیزهایی رو اگه مواد غذایشون مشابه است حواسشون باشه که همراه داشته باشن. سفرمون هم تموم شد. سفر یه روزمون خیلی عالی بود، خیلی بهمون خوش گذشت. هم فضای امنش، هم تجربه خوابیدن تو ماشین. چه اسبای قشنگی هست اینجا. دیده نمیشه. چه محبتایی بودیم. کمپینگ پلاس. تا سفر بعدی خدا نگهدار.